آخرین بازی خوانندگان مکتب رقم 21 ناحیه فرخار در این میدان. اکنون احتمال می رود که زمین شخصی شود. اما آموزگاران و خوانندگان و ساکنان می خواهند اینجا همچون ورزشگاه مکتب و دهه باقی ماند. طلبا همینجا ورزشگاهشون هم میگذرن، نوروزگار هم در همینجا میگذرونن، همین جای چهاربینی رو در همینجا میگذرونن. این برای چی سبب باشه که برای اشخاصی خیلی چی دارن و 300 خواجگی را طرفداری نمیکنن. زمین را از مکتب یک راه جدا میکند. 10 سال پیش مکتبیان در آن ورزشگاه ساختند. حالا دریغ میگویند که در وقتش آن را حجت نکردند. بودیم اونجا چین کنه کمیته زمین ما همونجا گفتیم جورایم خیلی گپه وضعیتو چیزی مکتب گفتیم اینجا مهنت که سال 2011 هم هرمون هم جانو بود این هم همیورا ما بعد دست بخدو کردیم هوار که درخش خریدیم شونده همه چیزا. مکتب شماره 21 در دهه نوآباد پایان ناحیه فرخار قرار دارد و کهن‌سال‌ترین مکتب‌ها بوده سال 1948 باز شده است. حالا در آن 550 خواننده تحصیل می‌کند. در حولی مکتب میدان ورزشی دیده می‌شود. اما ساکنان میگویند که در آینده مکتبی نو شد و ورزشگاه جای نمیماند. میدانچه ورزشی قریب که نداره بگیم، یعنی اگر حساب کنیم اگر 0.68 صدیق زمین داره، اینجا اگر طرفش فرض کنیم که زکوبه او طرفش فرض کنیم که مقدار زیادی سیمو رفتگی، این طرفش فرض کنیم که انا بگیم انبار کدگی، اون یگون جای ساختن مکتب دیگه نداره، جای بازی میدانچه نداریم ما. در حکومت ناحیه فرخار دادن زمین را به کسی رد کردند. رئیس ناحیه گفت که آن زمینی آبی است. اما برای ورزشگاه مکتب شدن آن باید قرار حکومت کشور برآید. با گفته مسئولین هر افراد ناحیه طبق قانون حق گرفتن زمین را دارد. کسی صاحب زمین می شود باید در آن کشت کند. اما ساکنان ده میگویند که آنها در یک هکتارش باغ کرده اند. آنها میگویند که اگر زمین به آنها داده شود خودشان آباد خواهند کرد. مجلسگاه همین قشلوق اینجا 170 آدم میبره استالش خواهی تامین میشه مقصد. یکی شما بود کسی نیست شما مقصد خیلی کسی هم خواهش میکنیم که همین نشه همین خلق گوش کنن مقصد کلخوز ما نداره استادیوم. ساکنان هراس دارند که زمین شخصی می شود و آنها از ورزشگاه و نوروزگاه محروم می گردند. آنها منتظرند که قرار به فایده کی خواهد برآمد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه فرخار.